موضوع بحث ما تبدیل مایع به گاز یعنی تبخیر و میان است. به سایت ژرفنما میریم تا از یک امکان جالب این سایت استفاده کنیم. دقت کنید 3 تا ورودی اینجا هست: جرم، گرمای نهان تبخیر و گرمای مبادله شده. در واقع جرم جسمی رو مثلا فرض کنید اعدادی وارد کنیم. جرم جسم رو میگیرم 5، گرمای نهان تبخیر آن چند باشه؟ مثلا 45,000، 450,000 زدیم، مشکلی نیست. حالا میگه چقدر گرما نیاز هست که 5 کیلوگرم از این جنس تبخیر بشه. اینو باید خالی بذاریم. این گرما که باید محاسبه بشه اینو خالی میذاریم، دکمه محاسبه رو میذاریم، خود سوال ساخته میشه. ببین شما عددها رو فقط وارد میکنین از 3 تا 2 تا اینجا توضیح داده شده. 3 تا ورودی اعداد هست، در 2 تاشون عدد دلخواهتون رو وارد میکنین. اینجا هم یه توضیحاتی هست که اینو کلیک کنین خودش باز میشه، اینا رو بخونین بد نیست. خب ما اینا دکمه محاسبه رو که زدیم این ظاهر شد. سوال: گرمای نهان تبخیر جسمی اینقدره، چقدر گرما بهش بدیم تا 5 کیلوگرم آن تبخیر بشه؟ مثلا اون جسم آبه مثلا. خب گرمای این فرمول هست Q هست M LV. M5 خودمون دادیم، LV هم که خودمون اضافه کردیم، این عدد به دست اومد. خب ممکنه ما چیز دیگه بخوایم، فرض کنیم LV رو بخوایم حساب کنیم. اینو من پاک میکنم، اینجا یه عدد دلخواه وارد میکنم، دکمه محاسبه وقتی میزنیم سوال کلا عوض شد، میگه گرمای نهان تبخیر آن چقدره. این داده ها رو که خودمون وارد کردیم این خیلی میتونه مفید باشه. کیو میشه ام ال وی. ببینید مجهول ما ال وی هست. ال وی چی بود؟ گرمای نهان تبخیر. این مجهوله، این ضریب مجهول. یادمون باشه تو این جور معادلات ضریب مجهول میره مخرج، برعکس ننویسیم. پس میشه کیو بر روی ام. کیو این عدد عجیب غریبه که خودمون دادیم، ام هم که 5 حساب میکنه خودش، این عدد به دست میاد. حالا یه مثال کتاب درسی رو حل میکنیم. خب دقت کنید ما این مثال رو با هم بررسی میکنیم. میگه 2 لیتر آب، 2 لیتر آب یعنی 2 کیلوگرم درون یک کتری برقی با توان 1500. توان کتری رو ما داریم، میریزیم و اون رو روشن میکنیم. از جوشیدن، از شروع جوشیدن تا تبخیر همه آب درون کتری چقدر گرما باید به آب داده شود؟ ما جرم جسم رو داریم 2 کیلوگرم، 2 رو قرار میدیم، همون 2 لیتر میشه 2 کیلوگرم. وقتی برای آب حساب میکنیم این عدد، اینو از جدول باید به دست بیاریم، میشه 22 56 با 3 تا 0، یعنی 2,256,000. این عددیه که در اس آی اینجا قرار میدیم، محاسبه میکنیم. خب این گرمایی که اینجا خودش گفته، میگه گرمای نهان تبخیر جسم اینقدره. چند جور گرما با هم بدهیم تا 2 کیلوگرم آن تبخیر شود. کیو میشه ام الف، ال وی ببخشید، الف برای انجماد بود. 2 ضرب در این عدد اینجا به دست میاد، میشه چقدر؟ 4,512,000. اگه نماد علمی بنویسیم میشه 4.5 ضرب در 10 به توان 6. حالا جواب کتاب رو نگاه کنیم. 4.5 ضرب در 10 به توان 6 همون به دست اومد. میتونه قسمت بعد رو با همین روش شما حل کنید. خب ادامه میدیم. علاوه بر این امکانات دیگه هم تو سایت هست. اینجا کاملا از 0 تا 100 تدریس شده. نکات کامل، شرایط استفاده از فرمولا. این مثال هست با پاسخ تشریحی، همه چیز با دقت و کامل توضیح داده شده. مثال‌های مختلف، اینکه چجوری از فرمولا استفاده کنیم. خب میریم تا قسمت پایین. اینجا اثر فشار بررسی شده. خب حالا سوال 4 گزینه‌ای رو دقت کنید. شما وقتی درس رو بخونید به اینا میتونید جواب بدین. ما برای اینکه وقت تلف نشه شانسی میزنیم. سی چند تا رو نمیزنیم. بی، دی یا بی، دی نمیزنیم. اینم مثلا ای رو میزنیم.
نتایج آماری رو کلیک میکنیم. دقت کنیم اونه که نادرست زدیم میگه A رو انتخاب کردیم، ما اینو انتخاب کردیم ولی B درسته. این نزدیم زرده، اونی که غلط زدیم قرمزه، و اگه درست زده باشیم که اصلا درست نزدیم سبز میشد. حالا ما نزدیم 8 تا سوالی که اصلا درست نزدیم، 5 تاش نادرست، 3 تاشو نزدیم. میگه درصد شما بدون نمره منفی 0%، با نمره منفی منهای 20%. اگه از نمره 20 حساب کنیم 0 میشیم از 20، و اگه نمره منفی هم اعمال کنیم زیر 0 میشیم. حالا ادامه میدیم. سوالهای پرتکرار نکات اصلی درس هستن که به صورت سوال و جواب هست، از این جهت مهم است اینا رو دقت کنید. بخش نظرات اینجاش مهمه. شما میتونید سوال بپرسید و ما جواب میدیم، ولی در مورد همین درس تبدیل مایع و گاز پیشنهادم داره اینجا ما استفاده میکنیم. ممنون از شما.